سرارای گیروبون و ندانامو چه فرمانبران شلای حکمت هرما کردستان و بریارا چاکسازی کردن و بنابرن بو کم کردن همو چه فرمانبران نیگرانی دف خلکی دروز بوده. خدا وقتی تو ببینی شول گلک اساس بوی و شول ماجی خر سر پاره بازاری وقتی پاره نبی کس نهایت است که کس تشتانا کرد و بر اینجا برای 2 سال و 3 سال شول منه بوج و پاره ها بو بعد پشتی پاره نبود شول جی نمایه انسانی حتی فکر چی دوام ات تاثیر کام آدن علی بود چون چی متعلقه بدوام خوبه شول دیتری نویدن نه مثلا وقتی اینجا دیتری آمده راتبی بدنی ندنی هاشونی نه بعد موظفه راتبی خواری تا جهات برین بس اجرها تبرين حكمت ده صلاة اجرها تبرين بلا حكمت بديله جدا جدا حكمت لازم رقابه الماليه بي تبع رقابه الماليه هاي بدي بجوني بكن دي مواد بنخري ما مستحق زانکوی بگیرینگی ود بیجی چاکسازی کردن دکم کردن موچه خوران دابتنه چارنینه دوی چاکسازی جهمی کردن را بهته کردن. پلانات هیت دارشته اشلای هر وزارت که تبیت خدام پلان اوی بومای کرد اوی بومای درش اوی کم حکمت هرمی پلان دانای کو تنی بومای هی بگی اوی پلان کرده بس آیت تبو هی با به چکیه تبو سال به چکیه تبو سال دید دا چکیه دوید تو وان کرد آبوری همی با اشارت بده دوید تفعیل که با کرد آبوری نکم وزارت اگر جهی کلی جاز زراعی اختصاص کرد خر اندازیاری کشت و کلی کار تو وانا بینه معرض هی یه بیار معرض هی چاندیش دام ازلی نرسیکات کرد تایبت و کرد یه گشت و کاری هم ملتک سامانی مرشی نفته بتر گشت و کار سربیا ولاتین هرمی موچه خورن لوراب چاکسازی دو موچه فرمانبران دا نیگرانی دفالاتیان پیدا بوده لگرگوت نازانستی بسپورکی آبوری دی بیشید اگر حکومتی دوید چاکسازیه بکد دوید پیدا چونه که ده همی داهاتو سکترین دیه نافخویی بهته کرن. متین محمد بادینان میدیا دهود